جناب آقای رئیسی، آمار اعدامیان سال جاری میلادی را اگر در کل کشور داشته باشیم و اگر مشخص بشه آمار بلوچستان در این آمار سال 2000 سال میلادی جدید چقدر هست و چند درصد ما بلوچ ها اعدام شدند و چقدر میشه به این در واقع آمارها اعتماد کرد و آیا واقعا فقط آمارهایی که بیرون میاد فقط همین ها اعدامی های بلوچ هستند؟ ببینید، بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی ما شاهد بودیم که تعداد اعدامیان بلوچ خیلی بیشتر شد. نه تنها بلوچ، در کل جغرافیای ایران این اعدام ها شدت گرفت و تا جایی که ما الان که حدود 5 ماه و 6 ماه و 7 روز گذشته از ابتدای سال 2022 تا الان تقریبا 52 شهروند بلوچ اعدام شدند. این اعدام‌هایی هستند که گزارششون رو فعالان حقوق بشر تونستن به دست بیارن، مستندسازی کنن نسبت به اونا و راستی آزمایی کنن. مطمئنا این تعداد اعدام‌ها بسیار بیشتر هست و ما میتونیم مثلا اگه بخوام آمار بدم، ما در ماه اول امسال 11 نفر رو اعدامی داشتیم، در ماه دوم فوریه 4 نفر، در ماه مارس هم 4 نفر، در ماه اپریل که ما به هر حال ماه رمضان بود ممکنه اعدامی نداشته باشن، و گرچه در ماه رمضان هم سابقه داشته رژیم جمهوری اسلامی که اعدام‌هایی رو انجام بده و این در گذشته بوده. منتها در رمضان امسال ما اعدامی رو حداقل گزارشش به ما نرسید، ولی بعد از رمضان ما داریم می‌بینیم که مثلا در ماه پنجم 18 نفر 19 نفر رو ما گزارشش رو تونستیم به دست بیاریم در بین اعدامیا، و الان هم که در ماه ششم هستیم، در 8 روزی که گذشته ما 14 نفر شهروند بلوچ رو داشتیم که در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این آمار در کل تا الان که 6 ماه از سال guzashte به 52 رسیده، در حالی که ما قبلا ممکنه مثلا این تعداد اعدامی ها رو همیشه داشتیم. همون چیزی که دوست عزیزمون آقای سربازی مطرح کردن، این اعدام ها همیشه بوده، ولی الان هم بیداری مردم، هم آگاهی مردم نسبت به حقوقشون، هم به هر حال فضای مجازی، همه اینا کمک کرده که گزارش های بیشتری منتشر بشه و بتونیم مستندات بیشتری رو جمع آوری کنیم نسبت به اعدام‌هایی که در گذشته صورت می گرفته.